میگی از زندگیت راضی نیستی؟ دوست داری که تغییر کنی؟ تغییر تو دنیای بیرون در صورتی انجام میشه که تو از درون تغییر کنی. میگی میخوای زندگیت آگاهانه تر باشه؟ دوست داری تغییر کنی؟ ولی فقط داری حرف میزنی، عمل نمی کنی. میگی کلافم، دوست دارم سر به بیابون بزنم، دوست دارم برم. نمیری، نمیتونی، شجاعتشو نداری. میگی به خاطر فلانیه که موندم، به خاطر خانوادمه، به خاطر بچمه. دروغ میگی. هیچ کس به خاطر هیچ کس نمیمونه. شجاعتشو نداری که بری. هر کدوم از ما جایگاهی که الان هستیم فقط به خاطر لیاقت و سطح آگاهیمونه که الان هستیم. هر جا الان هستی همونجا باید باشی. میخوای تغییر کنی؟ عمل کن. شجاعتشو داشته باش. هر چیزی تاوان داره.